دوستان عزیز با خاطر که یکی از مخلصان اشدی روشن شهر کلاب که طول سالها مخلصی میکردن امروز در بازی امروزه اشتراک ندارن زیرا که دیروز بندگی کرده است. از همتون خواهش میکنم لحظه با خاموشی رعایت کنید. زنده باشید. دسته روشن شهر کلاب با پیش مخلصان دستگیری. Lokay Muhammad. Te Muhammada.
Calma.
też to wiesz? Koyuda. Gustav Kali.
من اول که خوشحالم که امروز تونستیم بازی رو ببریم. تبریک میگم به طرفدارامون، تبریک میگم به مخلصای تیم کلاب که امروز واقعا درجه یک هستن. این پیروزی و این برد ما، من فکر کنم که حاصل کار آقای از کنم که اهل‌دین و همکاراش بدن. آقای علی جان، اون زحمتایی که اونها کشیدن، کارهایی که برای این تیم انجام دادن، اینو واقعیت من میگم. من چون یک روز با این تیم کار کردم، من یک روز یا دو روز کار کردم، هر چه بوده زحمات همون مربی هستش و خوشبختانه امروز بچه‌ها تونستن اون دستورات تاکتیکی رو اجرا کنن و ما تونستیم موفق باشیم. ولی خب من در مجموع در نیمه اول خیلی خوب راضی بودیم، اما بچه‌ها به توانشون در نیمه دوم کم شد. اونم به دلیل این است که چون ما 3 بازی داریم پی در پی انجام میدیم، این خستگی بازی هست. خب آنهایی که از قسمت اتفاق میدان آمدن توانستن که یک کمک کنند. من برای بازی های آینده رقم صداقانی کردم 100%، چون بالاخره وقتی اون آمدن یه مقدار بازی شرایطش بهتر شد، ما تونستیم بازی رو کنترل بکنیم. ما بازیگرای دیگر هم داریم که میتونیم از اونها استفاده کنیم. زمان کمه، حالا ان شاءالله ببینیم که چه اتفاقی میفته، چه کسی میاد کار میکنه در این تیم. اگر ما در این تیم بودیم که چقدر که شما دیدید بازی با فایده صاحبای میدان انجام رسید. بازی برای ما خیلی بازی دشوار بود، برای که پس از بازی CSKA بچه‌ها همه به خود آمادگی نبودن، فیزیکی سسته، یعنی بچه‌ها این بازی را برای ما خیلی دشوار بود، برای که پیش از این همه میدونن روشن بازی خود رو باخته بود و در پیش مخلصان خود کوشش زیادی هم کرد. خب دیدیم که در قسم اول دسته پشت 3 گل و دروازه خسر داد، اما در قسم دوم الکی با همون فوتبال بازان من چگونه شکر مثلا در قسم دوم خیلی خوبتر بازی کردم. قسم دوم بچه‌ها کمک پیرستانو که جای خود رو در میدان جای‌ها رو عوض کردیم و عبداللهیف رو کمک به پیشتر برآوردیم. از اونجا توپ کمک در صف پیش داشتن گرفت. از این حساب ما هجوم‌های خود رو در قسم دوم بسیارتر کردیم. خب نرسیدنی محسن عبدالغفور افتخارم هنوز در دسته من مشکلی ایجاد کرد. نه تنها نرسیدنی محسن عبدالغفور بلکه نرسیدنی مسلم هم نرسیدنی بچه‌ها خیلی کم از اون دیدن. امروز کرسی ما خیلی خراب بود. کرسی ما 2-3 نفر همگی بازیگرای احتیاطی داشتیم.